سلام بچه‌ها، میخوام بهتون نشون بدم که چطوری وقتی یه یوتیوبر تو مپ سوپرفلاتش مثلا جنتش آب ویلیج ادغام میکنه. اسکو بریم ببینیم. یک ماشین هایپرکار. خب بچه‌ها ها کنیم مثلا ما اول میخوایم جنس دادش کنیم. مثلا اینجا میای همه رو ریموو میزنیم، یعنی ریموو نمیزنیم. اینجا میام مثلا من نکنین 3 سال دیگه من تازه تو کیبوردم قطعا می‌دونه. بعد از اینکه اون چیزایی که الان بهتون یاد میدم و بهتون یاد دادم یه دونه دو میگه هر عددی که ما ارتفاعش باشه 3 بزنید ارتفاعش رو میرسه. مثلا نگاه کنید الان من مثلا میزنم واتر بدم یود با میزنم نشد. یه بار دیگه واتر خب شد. اینجا برای من حالا یه دونه زدم که بیاد. الان این getting structure آنه. بریم و اینو آن کنیم تا کار کنه. الان بریم بهتون نشون بدم. الان وای. خب الان من اسپون شدم بچه ها. من بزن لود بشه بهتون نشون میدم. بچه ها میبینی؟ خب بچه دیدین که الان اینجا ویلیج بالای آب. یکیتون گفته بود که ویلیج نمیتونه توی زمینای آبی که سوپر فلت اتفاق بشی. بساش بچه ویدیو رو